تکنیکی هستش که شما میتونید باهاش کار کنید و ازش استفاده کنید. تکنیک اولی که استفاده میکنیم ازش و میخوایم راجبش صحبت کنیم تکنیک خطی هست. راجبش صحبت کنیم و اذیت نشید. از یک نقطه نیدل وارد می شود. هنگام ورود تزریق نمی کنیم. نیدل فیکس می شود. بله، ما داریم میریم داخل بافت. دست من روی پیستونه. ما داریم میریم داخل بافت، تزریق نداریم، میریم نیدل فیکس میشه. ببینیم اینجا شریان هست یا نه. آسپیره رو انجام میدیم، تکون نمیخوره سر نیدلتون. آسپیره رو ببینید، من یه پستی هم گذاشتم تو پیجم. 20 تا 26 ثانیه زمان میبره خون برگرده داخل فیلر، به دلیل اینکه غلظت فیلر نسبت به خون بیشتره و زمان بیشتری رو میخواد که خون برگرده داخل سرنگ. باید 20 تا 26 ثانیه تا 30. حالا شما 20 ثانیه رو در نظر بگید. آسپیرتون زمان میبره. نری داخل بکشی بیرون دیدی نیومد تزریق کنی. شاید تایم بیشتری واسه تزریق ببری یا ولی کار سیف تری انجام میدی. اینو در نظر داشته باش. هنگام ورود تزریق نمی کنیم، فیلر فیکس میشه، آسپیره به مدت طولانی. حالا همینجا که نیدل هستش، بله، تزریق انجام نمیدی، نباید داخل رگ باشه. خب حالا توی قسمت عارضه ها خدمتتون توضیح میدم، بیشتر متوجه میشیم. در میاریم فیلر رو، نه دیگه، ببین تا قسمت بالا 1 تا 2 دهم خون میادش، نمیاد تو کل فیلرتون. اون قسمت رو تخلیه میکنید، قسمتی که مونده رو میتونید نخواستید کل فیلر رو تخلیه کنید. شما 180,000 تومان دارید از دست میدید، ولی اونجوری اگه نکروز باشه 10 میلیون 20 میلیون باید هزینه کنید. یا اگه خون مونده باشه و عفونت بدید همینطور. آره راحت تر. خب یه بار دیگه از اول. هنگام ورود تزریق نمی کنیم، فیکس میکنیم، آسپیره میکنیم. حین خروج و عقب گرد به آرامی تزریقمون رو انجام میدیم. به این تزریق که حین عقب گرد و خروج تزریق رو انجام میدیم تکنیک خطی یا بله، ننوشتید اینا رو هیچ کدوم؟ بله، هنگام خروج و عقب گرد به آرامی تزریق میکنیم. خب به این تکنیک حین الان زاویه نداره که ما نمیدونیم، ما تکنیک رو فقط داریم یاد میدیم، برای هر ناحیه زاویه متفاوت. حین خروج و عقب گرد به آرامی تزریق کنید. به این تکنیک خطی حین خروج و عقب گرد که دارید تزریق میکنید میگن رتروگرید. یه بار دیگه میخواید بگم یا متوجه شدید؟ آره. تکنیک بعدی شماره 2، تکنیک باد بزنی یا فن. بله باد بزن، فن. خب مثل تکنیک بالا، بچه ها گوش کنید اینجا رو.
این ستا رو خوب یاد بگیرید. بعدش باد بزنی یا فن. مثل تکنیک بالا، موقع ورود اول از یک نقطه وارد میشیم. موقع ورود تزریق نمی کنیم، آسپیرمون رو انجام میدیم. اگر با نیدل داریم تزریق میکنیم، حین عقبگرد تزریق میکنیم، رتروگرید رو انجام میدیم. از اون سوراخی که ایجاد کردیم بیرون نمیایم، توی یک مسیر دیگه دوباره شروع میکنیم میریم. اگر با نیدل هست دوباره آسپیر انجام میدیم، بعد دوباره تکنیک رتروگرید، موقع عقبگرد تزریق، باز بیرون نمیایم، توی یک مسیر دیگه آسپیر عقبگرد، تا جایی که بخوایم یک ناحیه بزرگی رو پر کنیم. هر چند تایی که بخواید شما میتونید این کار رو انجام بدید. این تکنیک فن یا باد بزنی هستش. برای اینکه یک ناحیه رو ما بتونیم حجم بسیار زیادی رو بهش بدیم، باید از تکنیک عمقی استفاده کنیم. مثل کجا؟ مثل چونه. ما میخوایم فرم بگیره بیاد پایین، فرم بگیره بیاد جلو. از این تکنیک استفاده میکنیم. تکنیک عمقی به این صورت هستش که نیدل از یک نقطه وارد شده، آسپیره انجام میدهیم، حین ورود تزریق نمی کنیم، همان جایی که نیدل فیکس شده حجم نسبتاً زیادی فیلر را تخلیه میکنیم. خب این یه توضیح کتابیش بودش. بریم ببینیم موقع کار باید چی کار کنیم. اینو واسه جزوت. ببین ما از یک نقطه وارد میشیم، مثل تکنیک ها، این دوتا تکنیک قبلی. از یه نقطه وارد میشیم، نیدل رو فیکس میکنیم، نیدل رو فیکس میکنیم، آسپیرمون رو انجام میدیم. همین جایی که نیدل فیکس شده دیگه موقع عقبگرد ما تزریق نمیکنیم. حین ورود هم که کلا تزریق نداریم، به دلیل اینکه شما حین ورود بخوای تزریق کنی، فیلری که داری تزریق میکنی رو انگار داری میشکافی. اینجا تزریق میکنی میشکافی، این نیدل خودش، این فیلر خودش پخش میشه. کلا توی سه تا تکنیک موقع ورود تزریق نداریم، فقط باید دستت روی پیستون باشه و فیکس باشه. رفتی داخل، سر نیدل فیکس شده، آسپیره رو انجام دادی. همین جایی که سر نیدل هست نسبت به ناحیه‌ای که میخوای تزریق کنی حجم زیادی از فیلر رو تخلیه میکنی یا دپو میکنی اصطلاحاً. به این تکنیک میگن تکنیک عمقی، به خاطر اینکه یه فرو رفتگی رو پر کنی بیای بیرون. از این تکنیک استفاده میکنی. متوجه شدید؟